بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام عرض ادب دوستای گرامی، ان شاء الله که همتون خوب باشین، صحتمند سر حال باشین. در جلسه چهارم دوره تخصصی تریدینگ هستیم و در این جلسه روی یک سلسله موضوعات اساسی صحبت میکنیم. اما قبل از اینکه وارد جلسه شویم، ما و شما در 3 جلسه قبلی روی موضوعات اساسی در بخش تریدینگ صحبت کردیم که موضوعات اولیه بوده. حالا در جلسه سوم که جلسه قبلی بوده آمدیم روی تحلیل و روی انواع تحلیل و روی ساختار بازار و روی نقاط حمایت و مقاومت اینا صحبت کردیم و ما وارد میدان عملی شدیم دیگه. و از جلسه اول منظور در کل این بوده که شما آیستا آیستا به هدفتان قدم به قدم نزدیکتر شوید و انشالله العزیز که در این 2 ماهی که ما و شما با هم هستیم در این مسیر شما میرسین به هدفتان اگر خواست خدا باشه. در جلسه چهارم ما و شما روی موضوع دیگری صحبت میکنیم که بسیار موضوع مهم است و اون موضوع کندل شناسی است. کندل شناسی از جمله بحث‌های بسیار مهم است در بخش تریدینگ. چرا مهم است؟ چرا بر ما قابل اهمیت است؟ به خاطری که شناخت کندل دلیل به این میشه که تو از روی شناخت کندل تحلیل بکنی و موضوعات پرایس اکشنی و تکنیکال همین مسائل است که تو کندل بشناسی، تو یک الگو را بشناسی، تو تک کندلی و دو کندل و اینا را بشناسی و یا را بتانی بعدش شناساییش تو رخ بازار پیدا بکنی و وقتی رخ بازار پیدا کردی به اساس از اینکه تو شناخت داری از بازار بتانی معامله باز بکنی، پوزیشن باز بکنی و از اون مفاد شیرین بگیری. و کندل شناسی یک بخش مهمی بوده که هر کندل از خود نام داره. هر کندل از خود چی داره؟ نام داره. یک کندل نام و مشخصات خاص خود داره که به اساس همون نام و مشخصاتی که تو ازش داری و مشناسی را تو میتونی حکم بکنی که اینی بالا میره یا پایین میره. بعد از دیدن از این کندل بازار بالا میره یا پایین میره. صحیح؟ و این ما و شما در پرایس اکشن خواندیم که گذشته بازار بررسی کرده به اساسش آینده بازار تو گمان زنی میکنی. خب گذشته بازار از چی بررسی میکنی؟ چی گذشته بازار بررسی میکنی؟ الگو را، کندل و نقاط حمایت و مقاومت اینا رو تو بررسی میکنی و به اساسش میری آینده بازار را میسنجی و معامله باز میکنی یا لانگ یا شورت پوزیشن باز میکنی. خیر وقتی هر کندل از خود نام داره، کندل هایی که به شما نتیجه میده ما باید بخوانیم. کدام کندل ها را ما شما میخوانیم؟ کندل هایی که به ما نتیجه میده. فکر کنین من نام رحیم الله فکور است، نام خودت احمد است، نام خودت محمود است، نام از خواهر ما مثلا فاطمه و اینا. به اساس یک سلسله ویژگی‌هایی که یک شخص داره نام سرش مانده شده که کی است؟ نامش فلان چیز است. فرزند کی است؟ فرزند فلانی است. از کدام منطقه است؟ از فلان منطقه است. با کدام مشخصات قد و قامت است؟ با این مشخصات قد و قامت. تو وقتی چیزا را بفهمی درک بکنی، بعد از تو میگی که این فلان است و یک نفر رو اگه از تو پرسان بکنه تو برش به اساس همین چیزا میگی که فلان است. خیر وقتی ما شما صحبت میکنیم از کندل شناسی همین چیز است. هر کندل از خود نام داره. کندل احمد، کندل محمود، کندل فاطمه، کندل زهرا و فلان و فلان و فلان به این شکل. این مثال برات زدم. یک کندلی که احمد نام داره بازار به کدام طرف میبره؟ چون یک مشخصه داره. من رحیم الله فکور هستم، استاد ترید هستم، درس میدم. تو احمد هستی یک شغل دیگه داری، او محمود است دکتر است، او فلان به این شکل. هر کس به اساس مو شغلی که داره، به اساس موقعیتی که داره، به اساس مو ویژگی‌هایی که داره، به اساس مشخصاتی که داره شناخته میشه. کندل هم همین رقم یک چیزی است. تو چه وقت کندل میشناسی؟ به اساس یک سلسله ویژگی‌های خاصی که از کندل تو باید مشخص بکنی، تو میری کندل میشناسی و شناسایی میکنی کندل. خیر ما شما میریم
روی از این صحبت میکنیم که حالا این کندل شناسی که هست، هر کندل که از خود نام داره، خیر استاد فکر برای ما ویژگی های کندل بگو که کدام کندل چی ویژگی داره و کدام کندل ها را اینجا میخوانیم. قسمی که بیشتر من براتون گفتم کندل هایی که نتیجه به شما میدهد میخوانیم. کدام کندل ها؟ کندل هایی که نتیجه میدهد. اگر این رقم زیاد کندل ها هم هست، کتاب هم هست و بسیار موضوعات تا بالا است، ولی ما اونا را نمیخوانیم. کندلایی که به ما نتیجه میدن او را مشخصا میخوانیم، چون ما و شما شیره و شربت ترید جمع کردیم دادم ما بر شما ما میرسانیم. حالا کندلی که باید اولین کندلی را شما بشناسین کندل دوجی است. دوجی نام یک کندل است. کدام کندل؟ اینی قسمت ما آوردیم، اینی سه نمونهش، اینا کندلای دوجی است. خب این کندل دوجی چی ویژگی باید داشته باشه که ما حکم کنم که دوجی است؟ اولین چیزی که باید تو در کندل دوجی ببینی باز و بسته شدن کندل در یک جای باز بسته میشه این کندل ها. خب ما باز و بسته شدن کندل ها را خواندیم. کندل سبز از پایین باز میشه بالا بسته میشه، کندل سرخ از بالا باز میشه پایین بسته میشه. خیلی کندل ها از دید بدنیش در یک جای باز بسته میشه، بدنی زیاد کلان نداره دیگه. موضوع بعدی، هر طرف سایه بیشتر باشه بازار طرف مخالفش حرکت میکنه. سایش بالا باشه بازار پایین میره، سایش پایین زیاد باشه بازار بالا میره. ویژگی دومش. ویژگی سومش فقط در نواحی عطف اهمیت داره. برادرم خواهرم، ما شما درس خواندیم. چی خواندیم؟ درس خواندیم. نقاط حمایت و مقاومت، نقاط عطف ما شما خواندیم. و این کندل یا هر کندل دیگری که تو دیدی اگر بجز در نواحی عطف را تو میبینی، او کندل بر تو معنایی نداره. چی نداره؟ معنایی نداره. خیر در نواحی عطف او کندل معنا داره. همین کندلی که تو میبینی دوجی، وقتی تو با این مشخصات دیدی در نواحی عطف یا در حمایت یا در مقاومت، در نواحی عطف تو بگو که اینی کندل دوجی است. بعد از این بازار یا تا میره یا بالا میره. خب هر طرف سایش بیاتر باشه طرف مقابل بازار میره طرف مخالفش. بیایم روی تریدینگ ویو ببینیم. سایس اینجا ما اینجا یک دانه کندل دوجی را پیدا کردیم. بذارین یا ما هست این طرفتر اگر دیگه پیدا بکنیم بهترتر است که شما خوبتر درک بکنین. روی بازار میبینیم در تریدینگ ویو این یک دوجی را اینجا براتون پیدا کردم. ما بذارین اینا را ما یک برش بگیرم. برش چی است؟ کندل دوجی است نیست؟ کندل دوجی است. تقریبا در یک جای باز بسته شد از دید قیمتی. صحیح است؟ و کارش چی بوده؟ کارش بازار را به طرف شورت آورده. چرا به طرف شورت بازار آورده؟ به خاطر که طرف بالا سایه داره. سایش طرف بالا زیاد است. متوجه هستین؟ سایش به طرف بالا وقتی زیاد باشه کندل دوجی کارش چی است؟ طرف پایین میاره بازار. خیر ما حکم میتونیم سر از این که کندل دوجی است، سایش به طرف بالا زیاد بود بازار به طرف پایین آورد. این شد کندل دوجی. یک کندل ما شناختیم از جمله کندل‌های اساسی است و کندل‌های بسیار قوی. کندل دوجی باز بسته شدنش در یک جای است، هر طرف سایش بیشتر باشه طرف مقابل یا طرف مخالفش بازار میره و فقط در نواحی عطف کار میده. یک کندل ما شما شناختیم. این شد کندل دوجی. کندل بعدی را که میخوانیم کندل گریفیستون میگه، یا از خاندان دوجی است. تقریبا در یک جای باز بسته میشه، بدنی بسیار کوچک داره، یعنی بدنیش قد نیست، تقریبا در یک جای باز بسته میشه یا اگه بدن هم داره بسیار کوچک داره. سایه بالایی بلند داره. طرف بالا اینا میبینی اینجا تیرک هم زدیم برش. طرف بالا سایش بلند است. سایه پایانی نداره و اگه دارم بسیار کوتاه داره. در پایان یک روند صعودی شکل میگیره. روند چیه؟ صعودی است. در پایانش شکل میگیره، روند نزولی میکنه. برنگ سرخ پیدایش بکنی، گریفیستون برنگ سرخ پیدا بکنی بهتر تر است. بریم ببینیم روی تریدینگ ویو گریفیستون. ببینیم گریفیستون اگر پیدا کردیم که خوب، اگر نکردیم باز شما یک کار بکنین دوستا که گریفیستون در پایان کدام روند؟ در پایان روند صعودی. روند چی میکرد؟ نزولی میکرد.
گریفستون، گریفستون. اگر اینجا ما نتونستیم پیدا بکنیم دوستا، باز شما کوشش بکنین که خودتان پیدا بکنین که اون وقت ما شما زیادتر روی پیدا کردن از این نره که باز از درس اصلی نمانیم. دیگه درس هم داریم از خاطر. خب اینی از گریفستون اینجا پیداش کردیم در پایان یک روند چی؟ در پایان یک روند صعودی پیداش کردیم. چی است؟ کندل گریفستون است. کندل گریفستون روند صعودی بوده، پس روند چی کرده؟ نزولی ساخته. خیلی هم شد. گریفستون سایه بالایش بلند است، پایینش کوچک است و بدنش هم خرد است. بدنه خرد داره. چی شد؟ بدنه بسیار کوچک، سایه بالای بلند داره، سایه پایانی نداره و اگر دارم بسیار کوتاه داره. در پایان روند صعودی، اونجا هم روند صعودی بود و به رنگ سرخ پیدا شد، بهترتر است که ما شما به رنگ سرخش پیدا کردیم.